چنل من خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه ویژن بورد درست کنیم. خب ویژن بورد حالا چیه؟ معمولا کسایی که دوست دارن به آرزوهاشون برسن و تلاش کنن براش یه بورد مخصوص میگیرن و آرزوهایی که دارن رو روش میچسبونن. اینجوری باعث میشه که مدام بهش نگاه کنن و انگیزه بگیرن و بیشتر واسش تلاش کنن. منم از 18 سالگی تصمیم گرفتم که تمام آرزوهامو بنویسم و یه انگیزه بشه، اما الان میخوام تصویری باشه که هر روز ببینمش و بیشتر واسش تلاش کنم. اگه بخوام یه چیزی به خود 10 سال پیشم، یعنی کیانه 18 ساله بگم، میتونم بگم که دمت گرم، به همه اون آرزوهایی که خواستی و نوشتی رسیدی و دلیلش هم همین بود که نوشتی شاید و باعث میشد که بخونیشون هر روز انگیزه بگیری، قدم به قدم واسهش پلن بچینی و بهش برسی. الان هم میخوایم یه ویژن بورد درست کنیم. من یه سری عکس‌ها و آرزوامو چاپ کردم، بریم با هم دیگه درستش کنیم. اولین گولم اینه که امسال حتما بتونم پیار کانادا رو بگیرم، چون من الان تقریبا 2 ساله که مهاجرت کردم، با اوپن ورک پرمیت اومدم و هنوز معلوم نیست شرایطمون اینجا چطوری بشه. به خاطر همین دارم فرانسه میخونم، ایشالله که بتونم پیار بشم. اینو میخوام بزنم. اولیش پاسپورت کاناداه و وقتی که بهش برسم این زیر تاریخش رو میزنم و نگه میدارم. به خاطر همین قسمت های پایینشون رو سفید چاپ کردم که تاریخ بزنم، تاریخی که بهش رسیدم. دومین آرزوام آرزویی که مطمئنم تک تکتون دارین و شبانه روز واسش دعا میکنی، اونم دیدن آزادی کشورمون ایرانه، اینکه بتونیم توی کشور شاد، خوشحال و بهتری زندگی کنیم. من شب و روز واسش دعا میکنم و امیدوارم به زودی بتونم تاریخ آزادی ایران اینجا بزنم. از این عکسم خیلی حس خوبی گرفتم، دوست داشتم این باشه. سومین آرزوم اینه که در کنار عشقم تا آخر عمر سالم و سلامت باشیم و با هم دیگه پیر بشیم. فکر کنم این طول بکشه تاریخشو بزنم، ولی خیلی حس خوبی داد بهم این عکس، دوست داشتم که اینم باشه. آرزوی بعدیم داشتن 100,000 سابسکرایبر یوتیوبه که اسم چنلم هم اونجا زدم، پایلوت کیانا. ببینید انشالله 100,000 تاییم. و یکی دیگه از آرزوام اینه که بتونم با همسرم با آروی مسافرت بریم یا آروی خودمون رو داشته باشیم. و بعدیش هم مانی، پول. یکی دیگه از هدفامه که بدنم رو فرم بیاد، بیشتر غذای سالم بخورم، ورزش کنم و تاریخی که هیکلم رو فرم بیاد و میزنم اینجا. یکی دیگه از هدفام اینه که شفقای قطبی رو ببینم. اینم آرزوییه که خیلی واسش دارم تلاش میکنم و میتونه اتفاق بیفته خیلی زود، ولی تصمیم دارم که نگهش دارم که اینجوری اتفاق بیفته. یعنی یه خونه خیلی خفن بگیریم توی کانادا و تاریخش هم اینجا بزنیم. یکی دیگه از آرزوهام که فیوریت آرزوی خودم هم هست، یکی از آرزوهایی که از بچگی واسش تلاش کردم و هنوزم دارم تلاش میکنم و امیدوارم زود اتفاق بیفته، خریدن هواپیمای شخصی خودمه که همونطور که میبینید توی این عکس یه هواپیمای صورتیه که پایلوت کیانا روش نوشته شده. نمیدونم مشخصه یا نه، در تلاشم که نشونتون بدم و روزی که بگیرمش حتما یکی از بهترین روزای زندگیم خواهد شد و واسهش خیلی دارم تلاش میکنم. بعدی هم ماشین مورد علاقه‌مو بگیرم. جیپ رنگلر رو خیلی دوست دارم داشته باشم. کلا از بچگی عاشق جیپ بودم، دست خودم نیست ولی این یکی از فیوریتامه. یکی دیگه از چیزایی که دوست دارم انجام بدم قبل از 30 سالگی اینه که یه دونه تتو داشته باشم و اونم تتوی ماهه، چون من کلا با دیدن آسمون و ماه عاشق این خلبانی شدم و هدفم و زندگیم تغییر کرد. واسه همینم دوست دارم که یه دونه ماه رو بدنم داشته باشم. خب بچه‌ها، اینم از نتیجه نهایی ویژن بورد من.
حتما شما یه دونه واسه خودتون درست کنین. مهم نیست که چقدر آرزوتون کوچیک یا بزرگ باشه، همین که هر روز بهش نگاه کنین کلی انگیزه میگیرین و باعث میشه که زودتر بهش برسین. من هر موقع که یه ویژن بورد داشتم یا نوشتم آرزوهامو 100% بهش رسیدم، چه دیر یا زود. خلاصه که حتما این کار رو انجام بدین و به هم بگین که بهش رسیدین یا نه. نمیدونم بزنمش به دیوار یا بذارمش این بالا، نظر شما چیه؟ اینجا بذارمش یا بزنمش به دیوار؟ خب هم سفرهای من گفتم آخر ویدیو یه چند تا آنباکس هم با هم داشته باشیم. از اونجایی که چند تا بسته واسم اومده و من مسافر بودم باز نکردم، گفتم با هم دیگه بازشون کنیم. اولیش از برند ایپسیه که مال ماه جون و جولای 2 تا بسته واسم فرستاده. مال ماه جون رو فکر کنم نشونتون داده بودم تو ویدیو اگه اشتباه نکنم، اما باکسش رو باز نکردم. و این یکی هم مال جولایه که بریم با هم دیگه باز کنیم. چند تا بسته دیگه هم داریم، بزن بریم. خب ایپسی برای کسایی که دوست داشته باشن هر ماه یه بسته میفرسته از این گودی بگا. بریم ببینیم که داخلش چیه. من خودم بین تمام چیزایی که داخلش بود اینو بیشتر دوست داشتم. یه خط لبه که خیلی به کارم اومد توی ویدیو استامپید. یه خط لب تقریبا قهوه‌ای ماننده از برند میسترو و خیلی قشنگه. حالا نمیزنم چون بدیش اینه که فقط به تیپ قهوه‌ای میاد، به من نمیاد اگه در حالت روزمره بزنم. دومین چیزی که داخلش بود یه کلینزینگ میلک از برند آکار که هنوز امتحانش نکردم، باز نشده، هنوز امتحانش نکردم که ببینم چطوریه بهتون بگم، ولی خب میخوام فعلا چیزایی که داخلش رو نشونتون بدم. بعدم یه دونه فیس ماسک داره توش که فکر نکنم حالا برند خاصی باشه، من که نمیشناسم. سومین چیزی که داخلشه یه اسکین هلت کریمه که از شیر بوز ساخته شده، مال برند کیت سامر ویل. اینم تا الان امتحان نکردم ولی حتما امتحان میکنم چون راجبش خیلی تعریف شنیدم، میگن که واسه پوست خیلی خوبه، برای مرطوب کننده دست و صورته. خب بعدم یه دونه لیپ اند چیک استیک داره. این برندش نمیدونم چیه، اسمش عجیب غریبه، بگم بیوتی فور سرتین بکنم، لازم امتحانش کنم، باید با پیچی بازش کنم. اینو باز کردم ببینم چطوریه. انگار هم به عنوان رژ لب هم رژ گونه میتونی استفاده کنی. به نظر که خوب میاد. بذار یکم فیدش کنم. واسه لبم میگن استفاده میشه ولی خب چیز بدی نیست، یه چیز کوچیکه که میتونین همراهتون داشته باشین. من بسته هایی که معمولا مثلا میفرسته خیلی کوچیک‌تره، معمولا چیزایی یکم که داخلشه کوچیکه، برای موقعی که میریم مسافرت واقعا به درد میخوره. خب بچه آخریش که فیوریت خودمه، یه تریتمنت برای مو و کف سره. برندش هم خیلی معروفه، بذار نشونتون بدم. خلاصه یکی از برندهای معروفه و میگن خیلی خوبه. من اینو امتحان کنم بهتون میگم. بازم میگم برای مسافرت میتونید اینا رو ببرین، اصلا هدفش همینه. این گودی بگار داره که همه چی داخلشه، میذارین توی کیفتون، مسافرت میرین و استفاده میکنین. به نظرم چیزای قشنگی توی این بود. حالا بریم دومی رو باز کنیم. خب اینم دومین گودی بگه که واقعا گودی بگاش خیلی به درد بخورم برای مسافرت. من اینو خیلی دوست داشتم، کیوت واقعا. خیلی یوزفوله برای وقتایی که مثلا مسافرت میرین، چیزایی که کوچیک میخواین با خودتون ببرین و زمانشون میتونین همه رو بزنین توی. خب اولش چیه؟
بچه من اینو فکر کنم خیلی استفاده کنم. 2 سرم پوستی برای مثلا خطوط صورت و شاداب کننده است. کلا خیلی به درد بخوره و 2 تا هم فرستاده. عجیبه، معمولا همه چی یکی میفرستن. نمیدونم با هم فرق میکنن، نه انگار یکی هم کلا. ولی خب زده 6 ماه هم به محض اینکه بازش کنین 6 ماه وقت دارین استفاده کنین. روی حیوانات هم تست نشده، خیالتون راحت. این 2 تا رو امتحان کنم بهتون میگم چطوریه. دومین چیزی هم که فرستاده 2 تا روژگونه بنفیت از برند دیز هست. 2 تا هم فرستاده. انگار فکر کنم روژگونه مایع باید باشه، چون من دیده بودم قبلا. اینو بازم میگم تاکید میکنم خیلی خوبم واسه مسافرت، چون میدونی چیه دیگه. آره روژگونه مایع است. حالا من روژگونه یه بار زدم. خیلی پیگمنت لطیفی داره که این بر بزنم مصابشه. خیلی لطیفه بچه ها جنسش. بوشم خیلی خوبه. من خیلی زیاد زدم، اگه کم بزدین کافی بودین. خیلی لطیفه، خیلی زودم فید میشه روی صورت. من اینو دوست داشتم، ولی خب کاش یه خورده بزرگتر بودن. خوبه 2 تا فرستاده ولی کاش یه ذره بزرگتر بودن. بعدی هم یه پرایمر، ژل پرایمر برای گونه و قبل از آرایش استفاده میکنین. اینو من واقعا تا حالا برندش هم نشیندم. موندیو همچین اسمی داره. قبل آرایش استفاده میکنین که پوست شادابتر و آرایش بهتر بشین روی صورت. اینو باید امتحان کنم. من اصلا پرایمر خیلی استفاده نمیکنم. یه سایه است از برند ریال هر. این تقریبا $68 $70 پولشه و واقعا خوششانس بودم این واسم افتاده. رو آینش چرا چسب دادم؟ رو آینش نمیدونم، شاید چسب دادن که نشکنه، ولی خب اینجوریه. اینو خیلی من استفاده میکنم. البته از وقتی مهاجرت کردم خیلی نمیزنم سایه، ولی همیشه قبلا که ایران بودم بیشترین رنگی که استفاده میکردم این بود. نداشتم، خیلی وقت بود که سایه خوبی نداشتم. خب آخرین چیزی هم که توی بسته بود یه لیپ گلاس از برند گلوگر. یه شاین خاصی میگن به لب میده. اولین کاری که میکنیم بو کردنه. بوی کوکونات میده. چرا امتحان کنیم. وای خیلی خوبه. نمیدونم مشخصه یا نه، ولی روش هم نوشته توی دفترچش نوشته که خداحافظی کنین با ستیکی گلاس. یعنی مثلا چسبندگی نداره، نمیچسبه. یعنی وقتی میخواین نوشیدنی بخورین لباتون میچسبه به لیوان. آره خلاصه اینم آخرش بود که نشونتون دادم. از بین این همه خودم کنجکاوم که داره یخ میزنه انگار. لبام سرد شد. چرا؟ فکر کنم از اونات که حجم میده، چون یه جوری لبام داره میسوزه. 100%. آره فکر کنم اینجوریه، چون لبام داره میسوزه. بیشترین چیزی که دوست داشتم امتحان کنم این بود، واسه ذوق داشتم ببینم چطوریه، چون تا حالا همچین چیزی امتحان نکردم که واسه نمیدونم خط و خطوط صورت باشه. خلاصه مرسی که با من بودین تا اینجا. بریم بقیه بسته رو باز کنیم. بچه من هنوز لبم داره گز میکنه، خیلی حس خوبی داره. بعد یه جوری انگار آدامس دیدی میخوری تا چند دقیقه لب دهنت اینجوری یخ میکنه، همین حسی داره. من اینو خیلی دوست داشتم، حس جالبی بهم میده. خلاصه بسته‌ای که گرفتم، یکیش گفتم که رو تختیه، یکی دیگه هم
پادری گرفتم واسه جلوی آشپزخونم. حالا شاید اونو نشون ندم، خیلی چیز خاصی نیست، ولی گفتم شما همسفران با من باشید. دوست دارم که شما ببینید، باشید با من. خب اولی که باز کردم متاسفانه پادری بود. بکنم با تو شیرش کنم ببین چجوری حالا اینا. نه انگار پادری نیست، رو تختیه. نمیدونم انقدر محکم و سفت اینو بستن چجوری باز کنم که پاره نشه. داره باز میشه. بگیم انقدر ببینیم. زمستون کلگیری در راهه و من یه رو تختی نرم میخواستم. انگار همونه که میخوام. آره همونه بچه ها. بکنم کسی به یه نظر روش. آره یه دونه تختی گرم گرفتم بریم با هم دیگه بندازیمش رو تخت. بچه این قبلیه هست که داشتیم رو تختیه دیگه. 1 سال از این استفاده کردیم. من دوست داشتم عوضش کنیم. خب بچه بریم با هم دیگه تختی رو عوض کنیم. 1 2 3. اینه از نتیجه بچه ها. زینشون رو بدم. بچه خیلی جنسش نرمه. راضی هم از آمازون سفارش دادم. اگه خواستین بگین لینکش رو واسهتون بفرستم. خلاصه که 1 سالی بود که رو تختیم عوض نکرده بودم. از وقتی اومدیم توی خونه دوست داشتم عوضش کنیم، مخصوصا که الان زمستون نزدیکه یه چیز گرمتر داشته باشیم. آره خلاصه دوست داشتم بعد از مدت ها اینو عوض کنیم، مخصوصا که داریم به زمستون نزدیک میشیم. تنها بدیش اینه که روی متکایی ها فقط 2 تا بودن و 4 تا می بود. حالا بعدم نشد میتونم یه رنگ متفاوت بگیرم که این تفاوتشون مشخص باشه. متکای با این چیزش بیسکویت هم ببینید. خلاصه این که برم امروز اینام بگیرم بعد بریم بقیه رو باز کنیم ببینیم چی داره. باید اینم دومی. دوستشم یه چیز صورتی طرح فرشای ایرانی باشه با اون فرش وسط حالم ست بشه و این رنگش خیلی حس شادابی میداد. هم واترپروفه برای توی آشپزخونه که دیگه اگه آب بریزه روش میشه میگیره. چقدر خوشگله طرحش. از این کوچیکه رو نشون بدیم. حالا پهنش میکنم بهتون نشون میدم. بچه اینم از اون پادریاست که گرفتم. البته برای آشپزخونه استفاده میکنم من. ببینید چقدر خوشگله. خیلی خوب شد نه؟ لینک اینم اگه خواستین بگیم واسهتون بذارم. گفتم به فرشایی تو حال میاد به اینم میاد. خیلی به این میاد کلا. جنسشون و مدلش رو کلا خیلی دوست دارم. خب مسافران ممنونم که امروزم ویدیومو تماشا کردین. خیلی خیلی دوستتون دارم. به خدا بزرگ میسپارمتون. بای بای.